چیزایی که قبلا دوستشون داشتی دیگه شادت نمی‌کنن. اون آهنگ قدیمی، یا یه فنجون چای، یا سرگرمی که همیشه دوست داشتیش. اینجا ذهنت در سکوت خسته است. بهش اجازه بده نفس بکشه و آرومتر بشه. تمرکز روی کارهای ساده برات سخت شده. احساس میکنی افکارت هی فرار میکنن. اینجا ذهنت داره ازت یه استراحت کوچیک میخواد. چند تا نفس عمیق بکش و بذار وضوح دوباره برگرده. احساس میکنی افکارت تکراری شدن، مثل یه حلقه بی پایان. ذهنت رفته رو حالت خودکار. فقط نگاهشون کن، بدون قضاوت، و بذار کم کم برن. گاهی بدون هیچ دلیل خاصی خسته‌ای. انگار انرژیت بی صدا تموم میشه. اینجا ذهنت داره ازت کمک میخواد. بهش استراحت بده. حتی چند دقیقه سکوت هم میتونه معجزه کنه. این روزا چیزای کوچیک یادت میره؟ یا اشتباههای ساده زیاد میکنی؟ ذهنت داره بهت میگه یه وقفه لازمی. یه لحظه نفس بکش و فقط آروم باش. یادت نره ذهنت هم مثل بدنت به استراحت نیاز داره. یه نفس عمیق بکش، تنش‌ها رو آزاد کن و روزت رو سبکتر ادامه بده. تو شایسته آرامشی.